فوری قدرت آمریکا پس از خروج افغانستان دوباره احیا شدنی است. همچنان رژه نظامی طالبان با وسایل و تجهیزات مارشال دوستان و عطانور در شمال. به نام خدا و با درود سلام یک بار دیگر خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال اسکای استارز. امید تا آخر ویدیو ما را دنبال نموده کانال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار دهید. قدرت آمریکا پس از خروج افغانستان دوباره احیا شدنی است. پس از جنگ سرد آمریکا در پی یک نقش جهانی برای خودش رویکردهای متفاوتی را دنبال کرده است. این کشور نخست در نقش کشور بدون جایگزین وارد عمل شد و سپس نقش یک شکل دهنده و قطب اصلی یک نظم جهانی لیبرال را ایفا کرد. سپس به بازیگر اصلی جنگ علیه ترور تبدیل شد. سپس در قالب اقدامات گوناگون به حمایت و ترویج دولت‌های دموکراتیک پرداخت، از جمله تغییر رژیم با استفاده از زور و سرانجام در ستیز بین دولت‌های دموکراتیک و استبدادی رهبر جناح دموکراتیک شد. به طور کلی واشنگتن به شکل فزاینده به استفاده از توان نظامی وابسته شد و به دلیل عدم استفاده از دیپلماسی هماهنگ اعتمادش به این ابزار در رویارویی با دشمنان را از دست داد. خطرات جدی جنگ سرد باعث شد درباره جایگاه جهانی آمریکا ناسازگاری‌های عمیق پیش بیاید. یک گروه معتقدند که منافع ایالات متحده جهانی است و خواهان رهبری سلطه‌جویانه و اغلباً یک جانبه این کشور در بیشتر زمینه ها هستند. گروه دیگر باور دارند که منافع آمریکا ملی است و در مسیر تامین این منافع باید از رویکرد مشارکتی استفاده کند. این موارد موفقیت آمیز از مداخله آمریکا ویژگی های مشترک متعدد داشتند، از جمله هویت ملی قدرتمند، اقتصاد نسبی و پیشینه هر ظرفیت بالای کشور، درجه بالای از یک پارچگی قومی، برابری اجتماعی چند کوتاه از حاکمیت کارآمد قانون، اختلافات عمیق قومی و مذهبی و همچنین همسویی با نخبگان حاکم بدنام و منفور، به ویژه در صورت رایج بودن درجه بالای از فساد در میان آنها از جمله عوامل مخرب بود. با توجه به آنچه گفته شد و با نگاه به تحولات اخیر می توان به روشنی دریافت که افغانستان هیچ یک از ویژگی‌های قابل پیش‌بینی برای برقراری موفقیت آمیز دموکراسی از طریق مداخله نظامی آمریکا را نداشته است، بلکه از تمام ویژگی‌های پیش‌بینی شده برای شکست این اقدامات برخوردار بوده است. افغانستان 10 سال بعد به یک دموکراسی تبدیل نخواهد شد. نرخ شکست ایالات متحده در این کشور 86% است. می توان از این تجربه 3 درس آموخت. نخست، در میان مداخله‌گران استعماری و پسا استعماری آمریکا بیش از همه به دلیل چشم پوشی از تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های کشورهای هدف عملکرد ناکارآمد داشته است. این نتیجه بیخبری و نادانی نیست، بلکه به این دلیل است که هنگام سیاست‌گذاری‌های رده بالا افراد دارای دانش مرتبط در اتاق حضور ندارند. معمولا در سیاست‌گذاری‌های تاریخ و فرهنگ به عنوان زمینه یا پیش زمینه در نظر گرفته می شوند و نه به عنوان عواملی که تعیین کننده موفقیت یا شکست است، همانند آنچه در افغانستان اتفاق افتاد. دوم، آنچه در افغانستان روی داد به دلیل نبود اطلاعات خوب نبود. در طول تاریخ رایج ترین دلیل شکست اطلاعاتی ناکامی رهبران نظامی و غیر نظامی در گوش دادن به چیزی بوده که نمیخواستند بشنوند. و در اخیر آموزه سوم این است که سیاستگزاران آمریکایی برای رسیدن به این که یک مأموریت غیر قابل انجام است نمیتوانند به ارتش و توان نظامی تکیه کنند. ارتش نمیتوان تعیین کننده درست و عامل برای رست آزمایی یک مأموریت باشد. بنابراین نخستین گام آمریکا در رویکرد متفاوت به سیاست خارجی بازنگری در ایده استثناگرایی آمریکایی است. نابرابری شدید درآمدها، کاهش پویایی بین نسل‌ها،
سیاست‌های بشر دو قطبی شده، تبعیض نژادی، استقبال گسترده از تئوری‌های توطئه، ناپدید شدن وظایف مدنی و تردیدهای موجود پیرامون شرایط کنونی در داخل آمریکا باعث شده است که قدرت انتقال صلح‌آمیز قدرت از طریق انتخابات دموکراسی مثال زدنی ما زیر سوال برود. آمریکا نیز زیر سوال رفته است. از زمانی که ایالات متحده در اواسط دهه 1990 شروع به سرپیچی از تعهداتش در سازمان ملل و سایر آژانس‌های بین المللی کرد، سیاست‌های خارجی این کشور باعث تضعیف ظرفیت دنیا در حل مشکلات جهانی شده است. اگر استثناگرایی این است یک دنیای جهانی شده و پیوسته به آن هیچ احتیاج ندارد. آمریکا برای بهبود جایگاه جهانیش باید چندین باور دیرین را کنار بگذارد. یکی از این باورهای نادرست این است روی گردانی از به رسمیت شناختن کشورها یا گفتگو با نمایندگان آنها که نادیده گرفتن کشورهای دیگر سرانجام آمریکا باید سیاست‌هایش درباره ارتقای دموکراسی را مورد بازبینی شکل مفید از رهبری است اساسی قرار بدهد. ایالات متحده همواره طور رفتار می‌کند که گویی دموکراسی نظام سیاسی پیش‌فرض است. برخلاف این گرایش، دموکراسی مستلزم جمعیت باسواد و نسبتاً یکپارچه و نهادهایی است که شکلگیری آنها یک قرن یا بیشتر طول می‌کشد. پایه‌گذاری دموکراسی مستلزم تعهد چندین دهه‌ای است، همانند آنچه انگلیس در هند و آمریکا در کره جنوبی انجام داد. اما امروزه هیچ کشوری از اشغالگری خارجی دیر یا استقبال نمی‌کند. در داخل آمریکا نیز فقط زمانی از این تعهدات حمایت خواهد شد که تعیین منافع راهبردی مهم کشور بدون اشتباه انجام شود. منتقدان خروج آمریکا از افغانستان به دلیل عدم شکیبایی راهبردی به نکته‌ای که افکار عمومی آمریکا دیر زمانی است به آن رسیده توجه نمی کنند. این که در جنگ افغانستان هیچ منافع راهبردی وجود نداشت. برغم تلاش مداوم ایالات متحده، دموکراسی با زور برقرار نمی شود. همچنان رژه نظامی طالبان با وسایط و تجهیزات دوستان و اتانور در شمال. طالبان با وسایط و تجهیزات نظامی مارشال دوستان و اتانور در شهرهای جوزجان بلخ رژه نظامی اجرا کردند. صدها تن از نیروهای طالبان از مرکز آموزشی حضرت عثمان در جوزجان نیز فارغ شدند. با اظهار امتنان تا آخر ویدیو ما را دنبال کردید. اگر می‌خواهید از ویدیوهای جدید و روزانه ما مستفید شوید، پس لطف نموده کانال ما را شیر و سابسکرایب نمایید تا ویدیوهای بعدی. درود همه‌تان، بدرود.